درود، فروردین ماهی عزیزم. کد کیهانی 9099 رو زیر این پست برای من بنویس. دوست داشتی پست رو لایک کن، پیج رو فالو کن، بریم که با هم یه فال تاروت پاسور با قهوه به صورت ترکیبی داشته باشیم. خب فروردین ماهی عزیزم، فروردین ماهی روی وعده 2 چشم روشنی داری، از دوراهی در میای، تو موضوعات عشقی احساسی توی شک و تردید قرار میگیری، با یک مسئله ذهنی که برمیگرده به این شک و تردید داری دست و پنجه نرم می‌کنی، ولی مطمئن باش خیانتی دیده نشده، پنهانکاری دیده نشده. تمام امورات زندگی رو تو دستت میگیری، قدرتت رو به دست میاری مجدد تو مسائل عشقی احساسی. مدت همه چی بین شما شخص احساسی خیلی خوب بوده، بعد اون دیگه همه چی دچار گره شده به خاطر وجود سنگینی که نیاز به پاکسازی داره. اردیبهشت ماهی عزیزم، اردیبهشت ماهی کد کیهانی 9099 رو زیر این پست بنویس. در رابطه با مسائل عشقی احساسی خیلی دارید با هم بحث میکنید شما و پارتنرتون سر موضوعاتی که بین شما مثل یک مانع قرار گرفته. حالا میتونه خانواده باشه، رفیق باشه، رقیب باشه، ولی این مخالف و مانع خیلی زمان میبره که پوچ بشه. در رابطه با مسئله کاری مسیری رو دارم میبینم میرید که بسیار براتون روشنه. بچه‌ای که تو کار مهندسی یا ساخت و ساز هستید، برای شما رو وعده 7 موفقیت و تکمیل شدن پروژه رو دارم میبینم. آپدیت شدن دارم براتون میبینم در رابطه با مسیر کاری و مالی برای سریاتون و بچه‌ای که دارید به تحصیلاتتون ادامه میدید یا تو موضوعات تحصیلی آزمونی اگر دارید، موفقیت دارید 100% در طی 8 تا 9 وعده آینده. خرداد ماهی جان، کد کیهانی 5055 رو زیر این پست برای من بنویس. خرداد ماهی یه شخصی که دست و دل بازه کمکت میکنه توی مسیر پزشکی. برات دارم خوشحالی میبینم. یه گاو بزرگ داره نشون میده. گاو نماد برکت و روزی و فراوانیه. در رابطه با یه سهمیه صحبتی میشه، سهام، سهمیه، صحبت و تصمیم گیری میشه. رو وعده 2 پولی تا ضریب 8 به دستت میرسه. از شماره تماسی که توش اعداد 6 8 0 1 داره یا 2 تا از این اعداد تماسی دریافت میکنی. تغییرات بزرگ داره براتون دیده میشه، همراه با اتفاقات خوب بعد از یه دوره سختی و رنج و تنهایی که دارید میکشید. تو موضوعات عشقی احساسی طرف مقابل هم دوستت داره، بهت علاقه داره. یک امضای اداری هم دارم برات رو وعده 5 بعد از یه دوره سختی. تیر ماهی کد کیهانی 7088 رو زیر این پست برای من بنویس. خب تشدید شدن، چیزی قراره مجدد برای شما رقم بخوری، چیز خیلی جدیه، اتفاق خیلی بزرگی که شاید مدت هاست منتظرش هستی. مشکلات رو پشت سر میذاری یکی پس از دیگری. مشکلات مالی میتونه باشه. اگر از شخصی از خانواده دلخوری، این دلخوری رفع میشه رو وعده 7، چون اون شخص هم داره بهت فکر میکنه و قصد جبران و تجدید دیدار با شما داره. تو موضوعات عشقی احساسی برای شما رو وعده 2 دیت و اگر کات هستید برگشت داره دیده میشه و بچه‌ای که کراش هستید هم رو وعده 2 مسئله کراشیتون قشنگتر و گرمتر میشه. بچه‌ای که تو پروسه طلاقید و متأهلید برگشت و رجوع به زندگی رو دارم براتون میبینم. اگر در انتظار یک تماس تلفنی یا خبرنامه‌ای هستید رو وعده 6. مرداد ماهی کد کیهانی 9099 رو زیر این پست برای من بنویس. دوست داشتی پست رو لایک کن، پیج رو فالو کن. برای شما چشم زخم داره دیده میشه. خانومی جایی حالا توی دوره همی توی یک مراسم جای شرکت کردید رو بهت چشم میزنه، چشم زخم گفت، انرژی های منفی از سمت این خانوم به شما منتقل میشه. تو مسائل به هر حال معذرت میخوام، مراقبت های جنسی رو حتما رعایت کنید. در رابطه با مسائل جنسی دارم براتون هشدار و خطر میبینم، خیلی حواستون باشه. در رابطه با یک مالی یا اگر پولی دارید، پسندازی دارید، میخواید تصمیماتی بگیرید که خیلی قاطع هستید ولی میتونه تصمیم براتون خوب باشه. بچه‌ای که کات یا سرد هستید برگشت شخص احساسی رو وعده. شهریور ماهی عزیزم، شهریور ماهی کد کیهانی 8088 رو زیر این پست برای من بنویس. شهریور ماهی عزیزم، با رقیب بحثت میشه. برای از شهریور ماهی دارم میبینم که دست شخص احساسی براتون رو میشه و یه بحث و تنشی بین شما و رقیب صورت میگیره. بچه‌ای که تو رابطه هستید و مسیرتون با شخص احساسیتون دوره، رو وعده 11 یعنی تو رابطه لانگ دیستنس هستید، رو وعده 11 راه مسیر رو برای دیدار با هم به سمت هم میرید که بسیار عالی داره. در رابطه با اقدامات خیلی جدی که برمیگرده به مسئله ثبت سند، امضا، قرارداد، براتون اقدامات بسیار عالی رو وعده 6 تا 8 دارم میبینم. یه راه مسیر رو هم دارم میبینم در رابطه با یه جابجایی کاری، مالی، تحصیلی که براتون عالیه. مهر ماهی کد کیهانی 111 رو زیر این پست برای من بنویس. شخصی جراحی میکنه که با خوشحالی این پروسه ختم به خیر میشه، به زودی پولهای خوبی به دستت میرسه. بچه‌ای که تو پروسه طلاق هستید رو وعده 7 تا 8 دارم براتون میبینم که طلاقتون انجام میشه ولی به سختی به حقوقتون میرسید. مهمایی عزیزم کسالت‌هایی در رابطه با مشکلات روحی دارم براتون میبینم. بدون تجویز پزشک رو به قرص‌های آرام بخش نبرید، یعنی قرص آرام بخش بدون تجویز پزشک استفاده نکنید، براتون عوارض خیلی بدی میتونه داشته باشه.
بچه‌ای که تو کار پزشکی هستید یا تحصیلاتی در رابطه با راه پزشکی دارید، رشته پزشکی دارید، براتون دارم موفقیت می‌بینم. از یک مصاحبه اخبار خوبی دریافت می‌کنید. یا اگر بحث و دلخودی بین شما و خانواده بوده رفع میشه. آبا ماهی عزیزم، آبا ماهی کد کیهانی 6066 رو زیر این پست برای من بنویس، دوست داشتی پست رو لایک کن، پیج رو فالو کن. آبا ماهی عزیزم، یه مدت از خونه، از مسیر خانواده دور میشی، حالا سفری میخوای بری، شرایط کاری برات پیش میاد، موضوع تحصیلی برات پیش میاد، دور میشی از محیط خانواده، مسائل گذشته رو پشت سر میذاری، مسائل احساسی گذشته رو پشت سر میذاری، یعنی کاملا از زندگیت حذف میکنی. تو مسیر اداری شخص قدرتمند کمکت میکنه توی پروسه اداری که میتونه راه بزرگی رو برات باز کنه.